علیشیر جان برادر عزیز، در این شبای تار سلام ما مردم غریبه قبول فرما. خلق به خاطر همه خطب دادر عزیز و مهربان گفت که همه علیشیر برادری از غلامی های یا یوانی خانی از غلامی ده مهمان میشه. خیلی شب میداره خانه ده میشینن مهمان میشه. یا از غلامی میگه من ایشونی سعید جان نام دارم. خیلی یوانی دست دوستی رو دراز میکنه میشینه خود پا خود میکنه میگه یوانی وقتی نماز شیده استای نمیخیزیم نماز بخونیم. این یوانی روسیا حیات شده نماز خوندگی نبوده. خیلی جای ناموس آمده ای پشتی از غلامی میسته جوره ملای امام بوده. از غلامی نمازها رو در هم میخونن شام پام خفتن پفتن میخونن. از غلامی برادر میگه که یه نگاه میکنه که یوانی چات نیتا خونده سای سیر بای نمیتیه سهر بامداد میخیزه یوانی رو بدار نمیکنه. در بامداد میخونه الله اکبر میگه دعا فاتحه میکنه. یک تا سال تا طرف قفا هم میزنه میشینه تسبیح زده ایسته. یوانی ایدوری جوگه هم خسرش میبردار که اوجه یا از غلامی نماز خونده تمام کرده زی یک ساعت و سنی قفا زد 6 تسبیح سای. ای هم در میره طهارت میکنه میره همه راست دروغ نمازها رو میخونه 2 تا سال تا میزنه. میگه یوانی چون رو تا سیاه میکنی نماز ناتوری خوندی؟ میگه ای برادری از غلامی یک شب در خونت مهمان شدیم میله رو مانونو خود کجاشو ناتوری خوندم رنگی خودت خوندم بامداد خوندی یک سال تا زدی سنی قفا 6 تسبیح زدی پال نخواد ایدمی کار بدی. گفته بعد چون تو یوانی چون تو 2 تا سال تا زدی بس 6 تسبیح زدی. گفته میبخش برادری از غلامی یک تی دیگهش یک سال تا لیش زدگی ما و قضایی بود قضایی بیاد